عیدونه برای خانمان و جنابان اینمی جاینمازی به صورت عیدونه می باشد. همچنین قرآن قدرکه می باشد و همچنین یک ماشینکای اگون درکان، یک شامپونی واتیکای استحصالی یگیب می باشد که برای ریشه موی سر مستحکم کردن و همچنین این یک صابونی دیگر، باز یک آب زمزم، یک دوخی زمزم که تا 3 روزه بوش در لباس میمونه استحصالی دبی می باشد. این یک توقی دیگر، یک مسواکی پاکستانی که استفاده بردنش سند می باشه و همچنین یک تسبیح سنگی. این همی 8 چیزی که ما نامبر کردیم از شرکت شفافرما میتونید شما با نرخ 2900 روبل خریداری کنین. این نهمش جای نماز برای شما عیدونه می باشه، دهمش قرآن برای شما تحفه می باشه. اینها سبب. خدا شفافرما همراز شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گوش کن جان بیبی، یک دو سخن دارم به تو. روزگاری من طلبگارم به تو، در فراز زندگانی پای خود آهسته بگذار. کردم و نکردت را جانی من آهسته بشمار. آرزومندم و دنیا دایما فرخنده باشی، غربت و غم را نبینی، لبی پرخنده باشی. ای تمنای دل من زیر این کاشانه تو، ای تو دلتنگم عزیزم. باید نبیایم سلام به همه شما دوستان و مخلصان سامانه فرهناز لایف. با سهم تمام آن برادرانی که مهاجر هستند در شهر مسکو کار و فعالیت میکنند و میخواهند که از گرانیسه ساق و سلامت گذرند، پس من به شما شرکتی اکای جورابگ را توصیه میدم و باوری دارم که این شرکت و همه آن مهاجران را ساق و سلامت برده میرساند و اگر دکومنت های شما پوره نباشد و من از راه از رد کردن از همه این شما را به خوبی محافظت میکند و ساق و سلامت برده از گرانیسه میگذراند. و ما همه میدونید که طول قریب 1 سال میشود که ما این شرکت را رکلام میکنیم و تا این لحظه باری هم از یگام مهاجر ما شکایت نفهمیده ایم. و خب من رقم های واتساپش را میگذارم، زنگ بزنید، نویسید، ساق و سلامت رفته از گرانیسه گذرید.
بشین ترام بشین در نه ویدیو را کشتم ها ویدیو درجه بزن خوش آمدید یا رسول الله گوش کن جان بیبی یک دو سخن دارم به تو نیکی و خوش روزگاری من طلبگارم به تو در فراز زندگانی پای خود آهسته بگذار کرده و ناکرده که دریا روان است مثل این عمر شتوبا زندگی را زندگی کن خاطر کس را مرنجان ای دوام هستی من داغ و دردت را نبینم پیش تو هستم و یا نه خوش بمان جان شیرینم ای انیس و مهربانم زندگانی گرم و سرد است عرصه